حامد چی به روزت اومده؟ چشم و چار وسط نمونده؟ این تونه موش نشدن. بهتر از کولی دادن به غریبه هاست. اگه خواستی بری اول کسی بشو و اسمی پیدا کن تا با عزت بری. حالا یه تصمیم دیگه بگیر، یه تصمیم اکبروار. فردا صبح زمین کاپیتان. آره، تا برگردم فرصت خوبیه که تصمیم تو بگیری، تصمیمی که حرمت تو رو حفظ کنه. میدونم برگردم یه حامد دیگه میبینم، مطمئنم. وقتی برگردین منو همینجا میبینی. منتظرتونم کاپیتان. یه چیزی رو بهت بگم، اون اکبر خود تو بودی. نمیدونم با این سن و سال داستانی که برای حامد ساختم و بافتم درست بود یا نه. آره، حتما درست بود. چیکار میتونستم بکنم؟ این یکی از هزاران بود، هزارانی که پر از هیجان و انرژی و تحرکن، هزاران فکر و هنر و خلاقیت. از اون طرف در مقابلشون هزاران نفر هم با هزاران دام جلوشونن. باید براشون کاری کرد، فکری کرد. این یکی شانس آورد و تغییر رفتار داد و برگشت به خونه و زندگیش، ولی آخری نبود. برگشت؟ نمیدونم، یعنی حامد برگشت؟ شایدم یعنی سلام، تهران میری؟ هر جا بخوای میرم. قربون آقا، این آمادیمه. اسم سرکار من آمدم، شما؟ قربون شما. نصیر ویراش. نوکرتم. آقایی